من به امام رضا خیلی بدبختی کشیدم تو زندگی، خیلی گشنگی، نداری، بیچارگی، در به دری. گفتم یعنی خدا به من رو کرده، خدا یعنی یه بار بدبختی های من رو نگاه کرده، دلش به حال من سوخته، گفته بیا شرم اینو میذارم تو کاسه. از بس که کاسه چه کنم دستم گرفته بودم، دیگه روزگار نداشتم، نمیدونستم چی کار باید بکنم. هر کدومتون که الان ناامیدی، هر کدومتون که الان تو زندگی کاسه چه کنم دستتون گرفتین، فکر نکنید هیچکی نمیبینه، فکر نکنید هیچی وجود نداره. خدا هست، واسه من بود، واسه من داغون، اونی که اون بالاست داره میبینه. به امام رضا وقتی دست من داغون رو گرفت، دست تک تک شما رو میگیره. خاطرتون جمع باشه، امید تو دلتون از بین نره، همیشه امیدوار باشه، حتی که یه روز مونده باشه با آخر عمرتون.